بخیر قاضی صاحب رسیدیم در جایی که ما شما به طرف خزه میریم. راه خزه است، طرف قریه شلخاب است دیگه. اون طرفش هم قریه محله توحید آباد است. ماشاءالله. زمینام زمینای قاموس است. از رحمتی گل محمد. گل محمد است. ماشاءالله. جناب قاضی صاحب خداست دیگه، بالا سعی خداست دیگه. این منطقه رو گفتیم منطقه شلخاب است. مربوط کدام ولسوالی میشه؟ ولسوالی فرخار میشه. ماشاءالله ماشاءالله. خواه دیگه جناب قاضی صاحب اینا همش منطقه مربوط شلخاب است دیگه. همش همین چهار اطرافی که میبینی یعنی مربوطی شلخاب میشه. جناب قاضی صاحب گپ از قرار است که برای ما بگوییم که در این کوههایی که ماشاءالله سر به فلک هستند و بسیار آب و هوای تازه و باران‌های متعدد هم مثال در این کوه بارید دیگه. چه چیزها پیدا می‌شود از انواع گیاها، از انواع پرندگان؟ چه چیزها پیدا می‌شود؟ از انواع گیاها خب الحمدلله هر چیز پیدا میشه ماشاءالله. از قبیل چگری و شیپیتک و کرفس و دیگه بسیار انواع مختلف داره. ماشاءالله. به نام بگیریم انشالله بسیار وقتی ما رو میگیره. نه بسیار دیگه از انواع پرنده دیگه کاوک داره، بیگن هم پیدا میشه دیگه، خرگوش هم پیدا میشه. ماشاءالله. خرگوش از انواع پرندگان است؟ نه انواع چیز چارپایان هست. مثلا توضیح کردم دیگه هم انواع مختلف داره زیاد. مثلا مثل از انواعی که حلال نیستن باشه و چیزی هم زیاد داره. عقاب پیدا میشه چیزی هم. زاغ. جناب قاضی دیگه در این منطقه که ماشاءالله انسان‌های با استعداد، ما انسان‌های ماشاءالله بسیار افتخار ما هستند، افتخار مردم افغانستان هستند، زندگی میکنند. با چقدر قوم، با چقدر خانه ها میرسند؟ تعدادشان بگردید. تقریبا 100 خانه در اینجا هست میشه. 100 خانه؟ 100 خانه تقریبا با تعداد 100 خانه دیگه. نفوسش هم زیاد هست. ماشاءالله. کجا رفته پای سید؟ ببرید میگم ما ایسایست میایم بخیر. اینا پایین میرم. بله. دیگه توضیحات کامل در این باره منطقه داده شد. ماشاءالله دیگه شما دیدین منطقه بسیار سرسبز، منطقه‌ای که جای زندگی است واقعا. دیگه جای است که از انواع گیاها، پرندگان، انواع چارپایان پیدا میشه و دیگه آب‌های است که ماشاءالله آب‌های زیاد، آب‌های زلال جناب قاضی، آب‌های چشمه و آب‌هایی که از تر و تازه به زبان عربی از ثلج در اینجا پیدا میشه. دیگه واقعا بسیار یک جای فضای آزاد، فضای باز پیدا میشه. دلنشین هم بوده. آب و هوای دلنشین هم داره. ماشاءالله. دیگه چی رقم قرص به طبیعت انخورد انشالله. ماشاءالله دیگه ما نزدیک 2 روز جناب قاضی بیشتر بودیم. نزدیک 2 روز 3 روز شده که اینجا هستیم. دیگه هیچ دلمون نمیشه که اینجا برویم. دیگه مجبور هستیم دیگه مصروفیت درس های جناب قاضی. چی درس میخوان؟ چی مصروفیت داریم؟ جناب قاضی ما کانتون میخوانیم. البته به زبان فارسی دانشگاه. دیگه با بعضی موارد دیگه از این رو نمیشه که زیاد باشیم. فقط هم چند روزهای رفته که اینجا سفر زدیم و اینجا گشت و گذار کردیم که وقت بدلمان شد. از این رو دیگه امروز آخرین روزی سفر ماست. سفر خوش داشته باشین. سلامت باشید جناب قاضی. ما خوشحال شدیم که امروز شما همیشه با امید هستیم شما بیاین یک همراه دوستا اندیوالا. انشالله ما دیگه چون اول روز بود که آمده بودیم جناب قاضی.